آهای کسایی که هنوز دارید میگین شاه بحرین رو داد رفت، یه نگاهی به نقشه شمال کشور بندازید، چون یه همسایه جدید و خیلی آشنا پیدا کردیم. بله درست شنیدید، ایالات متحده ای آمریکا. اما چطور ممکنه با یه حرکت دیپلماتیک که از 100 تا جنگ خطرناکتره، ترامپ بین ارمنستان و آذربایجان بعد از 35 سال درگیری یه توافق صلح امضا کرده که اصل ماجراش سر یه جاده است. اما این یه جاده معمولی نیست، این همون تیغه‌ایه که راه تنفس ایران به ارمنستان و اروپاست. با ساختن این جاده آذربایجان خاک اصلیش رو به منطقه نخجوان و از اونجا به ترکیه میدوزه و عملاً ایران مرزش رو با ارمنستان از دست میده. اما فاجعه به همین جا ختم نمیشه. کنترل این جاده جدید تا 99 سال به آمریکا سپرده شده و حتی اسمش هم به جای کریدور زنگزور عوض شده به مسیر ترامپ. و حالا اگر ایران به این وضعیت اعتراض کنه، متهم به برهم زدن صلح منطقه میشه. برای دیدن اخبار